فکر میکردیم که بینماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بینمازی ما را وارد دوزخ کرده است. دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بینماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی‌قدرترین، پلیدترین، افلاس‌ترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. این حدیث پیغمبر خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهد من، پیمان من با شما آن زمانی هست، آن زمانی من پیغمبر شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتون نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز ترک کرد، گفت پیغمبر عهد و پیمان برید و اسلام ندارد و مسلمان نیست. این حدیث پیغمبر شماست. در باب تاریک الصلاة در کتاب مکاشفة القلوب امام غزالی وارد شده است. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا